سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو قراره تویوتا کورولای 2010 رو با هم بررسی کنیم و مزایا و معایب این ماشین رو تو این ویدیو با هم ببینیم. برو بریم. خب برای شروع این یه ماشین با یه موتور 1.8 لیتریه، یه ماشین 4 سیلندر 16 سوپاپه که تونسته 130 اسب بخار قدرت و 173 نیوتن متر گشت‌آور تولید کنه. باید اضافه کنم که این ماشین یه گیربکس اتوماتیک فوق‌العاده نرم داره و از همه مهمتر این ماشین تنفس طبیعیه. مصرف سوخت این ماشین به ازای هر 100 کیلومتر تو شهر 7 لیتر و تو اتوبان 7.5 لیتره که این ماشین رو فوق‌العاده تو کانادا محبوب کرده به خاطر این قیمت‌های فوق‌العاده بالای بنزین. بگذریم از این چیزا، بریم سراغ بخش ظاهری بیرونی این ماشین. خب ببینید طراحی تویوتا تو این ماشین بر مبنای ساده بودنه، پس ما خیلی انتظار زیادی از ظاهر بیرونی این ماشین نداریم، ولی یه ظاهر فوق‌العاده مطبوع با ابعاد نه چندان بزرگ رو میتونیم ببینیم. یه تغییری که تو ظاهر بیرونی این ماشین تویوتا انجام داده نسبت به مدل‌های گذشته‌اش، یه مقدار چراغ‌های جلو و جلو پنجره این ماشین کشیده تر شده، تو چراغ‌های عقبش تغییر ایجاد نکرده و یه خطی رو میبینیم که از گلگیر جلو تا گلگیر عقب امتداد پیدا کرده. خب بریم سراغ ظاهر داخلی این ماشین. اولین چیزی که شما وارد میشید و جذبش میشید تلفیق رنگ قهوه‌ای سوخته و اون رنگ کرم رنگه که آدمو جذب خودش میکنه و میبره تو دنیای نوستالژی. در کنار اون یه صندلی فوق‌العاده نرمی رو برام تعبیه کردن که تو مسیرهای بالا واقعا خستتون نمیکنه و فوق‌العاده راحتی رو بهتون ارائه میده. بریم سراغ آپشن‌های این ماشین. این ماشین چه آپشنایی برامون قرار داده؟ آپشنایی که در رابطه با مصرف سوخت و مشخصات فنی بوده که بهتون گفتم. یکی از آپشنایی که این ماشین داره برای باز و بسته کردن در یا به اصطلاح قفل کردن و باز کردن این ماشینه. رو دستگیر در این ماشین یه دکمه تعبیه شده که با زدن اون در ماشین قفل میشه و پشت این دستگیر سنسورایی طراحی شده که شما با لمس کردن اون در ماشین رو براتون باز میکنه. بریم سراغ داخل ماشین. داخل ماشین چه آپشنایی برامون گذاشته شده؟ یکی از مهمترین آپشنایی که برامون گذاشته شده سیستم فوق‌العاده قوی سرمایش و گرمایش این ماشینه که فوق‌العاده این ماشین رو محبوب کرده، چون میدونید که کانادا یک کشور فوق‌العاده سرده و نیاز به یه ماشینی داره که این قابلیت‌ها رو داشته باشه و ببینید که تویوتا چقدر قدرتمنده که تونسته تو سال 2010 یه همچین سیستم تهویه فوق‌العاده‌ای رو ارائه بده. یکی دیگه از آپشن‌های این ماشین خاموش نشدن صفحه کیلومتره، صفحه‌ای که ما پشت آمپر ماشین می‌بینیم و کیلومتر این ماشین رو بهمون نشون میده. باید بگم که شما از زمانی که این ماشین رو روشن میکنید و استارت میزنید صفحه کیلومتر این ماشین روشن میمونه تا زمانی که برسید به مقصد و ماشین رو خاموش کنید. و یکی دیگه از آپشن‌های فوق‌العاده این ماشین کم صدا بودنشه. واقعا شما بعد از اون استارت آرومی که این ماشین میخوره اصلا صدای موتور رو داخل کابین حس نمی‌کنید و این خودش خیلی چیز مهمیه که شما صدای موتور رو داخل نداشته باشید و این فوق‌العاده کرده این ماشین رو تو این رنج قیمتش. حالا بریم راجع به رنج قیمت این ماشین با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید این ماشین رو میخواستم اول بهتون این سوالو بگم که نگفتم. فکر می‌کنید خواستم بدونید که چرا من این مدل ماشین رو انتخاب کردم و اصلا چرا مدل‌های جدیدترش رو نذاشتم. خب قراره مدل‌های جدیدترش هم براتون ویدیو بگیرم، ولی چرا این مدل؟ ببینید این مدلیه که تقریبا این ماشین کارکردش رو کرده. شما نمیتونید با کارکرد کم این ماشین رو پیدا کنید و همین باعث شده که قیمت این ماشین افت کنه. یعنی شما تو کانادا میتونید تو بازه قیمتی $5,000 تا $8,000 این ماشین رو تو کیلومترهای 200 کیلومتر پیدا کنید. و خب برای شروع برای افرادی که تو این کشور مهاجر هستن و نیاز به رفت و آمدهای طولانی دارن، با خودتونم میدونید که چقدر کشور کانادا بزرگه و خیابونای پهنی داره و واقعا آدم نیاز به یه ماشین داره و این ماشین دقیقاً همون چیزیه که افراد نیوکامر یا تازه وارد به کشور کانادا نیاز دارن. چرا؟
تمام استانداردهایی که در رابطه با موتور این ماشین انجام شده. یعنی موتور تویوتا مرگ نداره، خودتون رو میدونید. یعنی این ماشین رو شما 200,000 تا هم بگیرید، این ماشین راحت براتون 100,000 تا بعدش کار میکنه با یه سرویس. این از قسمت موتورش. تو قسمت داخلی صدایی از قسمت موتور وارد به کابین نمیشه. صندلی‌های فوق‌العاده نرم داره، سیستم گرمایش و سرمایش فوق‌العاده عالی و از همه مهمتر یه صندوق فوق‌العاده جادار. حجم صندوق این ماشین 450 لیتره و خب یه فضای فوق‌العاده است که شما میرید خرید میتونید تمام وسایلتون رو بچینید و خب میزان خریدتون میره بالاتر و راحت‌تر کرده این فضا رو براتون. یه چیزی که من فراموش کردم تو قسمت داخلی این ماشین بگم، داشبورد این ماشین بود. من به شخص ندیده بودم انقدر داشبورد بزرگ باشه، ولی واقعا داشبوردهای بزرگی تعبیه کردن و ارائه دادن داخل ماشین که به 2 قسمت تقسیم شده و میتونید تو ویدیو مشاهدهش کنید. یه نکته دیگه هم که راجع به این ماشین میمونه سایز رینگ و لاستیکشه که تو 2 تا ابعاد خلاصه شده، 15 اینچی و 16 اینچی و به همون ترتیب سایز لاستیکاش 185 و 195. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اگر از این ویدیو لذت بردید ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنید تا دوستانی بیشتری بتونن از این ویدیو استفاده کنن و منتظر ویدیوهای بعدی من باشید. قراره تویوتا کورولای 2024 هایبرید رو با هم بررسی کنیم و کلی کارهای خفن دیگه که شاهدش خواهید بود.